سلام دوستان، امروز اومدیم با یه حواشی جدید از برنامه زن روز. فرو یکی از جنجالی ترین شرکت کننده های برنامه زن روزه که این اواخر حاشیه زیادی درست کرده. فرو در لایو یکی از دوستاش ازش میپرسن راست میگن که تو طلو رو حذف کردی و خودت تو برنامه موندی؟ میگه آره، من با شیطنت خیلی کارهای زیادی کردم که طلو حذف بشه و خودم توی برنامه بمونم. اما اون شیطنت به نظرتون چه کاری بوده؟ توی کامنت ها برامون بنویسین. طلو همونطور که همه میدونن دوست داره کارگاه بازی در بیاره و حالا اومده از شیطنت بازی های فرو افشاگری کرده. فرو با شیطون بازی خیلی زیاد منو حذف کرده. منظورش از شیطون بازی چیه؟ چون ما کولر نداشتیم، یهو چی شد؟ قبل از حذفی من کولر اومد تو. او خب فکر کنم باید یکم یواش یواش افشاگریامو شروع کنم. مامان کیه؟ نمی‌خوای فلان بپوشید. فردا ما میایم همون کارو میکنیم که شما میخواین، بازم نسبت بهش ایراد میگیرین. اونجاست که ما میفهمیم شما از روی قصد و غرض دارین این حرفو میزنین. بعد چرا ما اعتراض کنیم، اعتراض نکنیم که میگین خب خودتون خواستین اینجوری امتیازاتون پایین باشه. حداقل با واسه امتیاز پایین اعتراض کردین. اگرم اعتراض می‌کردین که میگفتن مگه ما رفیقاتونیم که با ما یکی بدو میکنید. من یه چیزی بگم، اونایی که بگی تو استالات خوب نبود، استال تو هر چیزی که بود اونجا 10 نفری. خب اگر حقشون نهم بوده و یکی اونجا وجود داشته که با امتیازش دهم بوده، باید همینجوری اتفاق میافتاده و اونی که دهم بوده حذف می‌شده. دقیقاً. اصلا ما کسی اینجا نمیاد بگه استال طلو در ادامه لایوش فرو رو تهدید کرد و گفت کافیه که فقط دهنتو باز کنی، اون وقت دیگه چیزای بیشتری ازت رو میکنم. فرو توی یکی از لایواش گفته بود که عوامل برنامه زن روز فقط به شیرین اتاق خصوصی داده بودن و من در برابر این ناعادلاتشون نمیتونستم سکوت کنم. شیرین شبها تو ویلا نمیموند، میرفت خونش و در اتاقش رو قفل میکرد و میگفت اگه قفل نکنم از کجا معلوم که شما نمیاین وسایلای منو نمیدزدین، و عملا داشت به ما انگ دزد بودن میزد و حالا شیرین اومده درباره این موضوع شفاف سازی کرده. که برم تو برنامه گفتم ببخشید ما چای ما گرونه، مارکای عادی هم میزن بشین 20 تاشون نمیدشنه، خیلی هم پول انداختم با اصلا. اما نمیخوام بیام اونجا برای یه چیزی گم بشه با جمع گفتن، برای یکی گم بشه نمیفهمم کی دزده یا کی برداشته یا کی دست زده یا دست نزده. همیشه میگن چیاتو جمع بکن، همسایه‌تو دزد نکن. همینو گفتم میخوام بیام توی برنامه شرط گذاشتم، میام به یه شرطی اتاق داشته باشم برای خودم تنها. اتاق که بهم ندادن تنها، به جاش فقط اتاق لباس دادن. ما باید اتاق تخت و لباس داشته باشم، ولی تخت نبود، فقط لباس بود. به خاطر همین با دختران نمیتونستم اونجا بخوابم، به خاطر دعواها. متینا و طلو ظاهرا بعد از حذفشون از برنامه خیلی با همدیگه رفیق شدن و حالا توی لایوی که با همدیگه داشتن راجع به یه سری چیزا صحبت کردن. طلو میگه من شخصیت فانی داشتم و هم در جریانش بودن. این من بودم که بعد از برنامه وقتی بین بچه‌ها دعوا اتفاق میافتاد آرومشون میکردم و بهشون میگفتم که با همدیگه آشتی کنن که دوباره فردا با قیافه داغون و ناراحت نیان روی استیج و استایلاشون رو خراب نکنن. در صورتی که اصلا من میتونستم همچین کاری نکنم، ولی این کارها توی ذات منه. متینا هم در ادامه حرف طلو میگه با اینکه طلو بود که سن منو توی برنامه لو داد، ولی من بیشترین وایب خوب رو از طلو میگرفتم. بعد از برنامه هم فقط با طلو دوست شدم. رو خیلی میرفت روی مغز شیرین. خب و اینکه شیرین واقعا یه جاهای دیگه تحمل میکرد از صحبتایی که فرو بهش میکرد و فرو دائما میگفت من طراحم، من نمیدونم استایلیستم، من 4 سال درس خوندم. یه روز میگم من 3 سال درس خوندم، یه روز میگم من 4 سال درس خوندم، در صورتی که اگر مدرک‌های شیرین رو ببینی خیلی خفن‌تر و توی دانشگاه خیلی خفن‌تری درس خونده، ولی یک بار بعد خدا نیومد بگه من آره ادعا نکرد. با خودش میگه وقتی من خودم شدم یه برند معروف لازم نیست من بگم، خودش میتره که توی دنیا که من کی هستم. این که خیلی میرفت رو مخ شیرین که بخواد شیرین رو عصبی کنه، که شیرین هم آدمی بود که تحملش کم بود، دوست نداشت هر چیزی یه بچه بیاد هر چیزی از دهنش در میاد و بگه. میگفت من از تو بزرگترم، بهم احترام بذار. رویا بانو رو میشینه باشه. آره به خاطر همین توی این سری این اتفاقی که افتاد و شما داشتید نگاه میکردین دیدین که چه اتفاقی افتاده، واقعا شیرین اگه اینجا جلوشو نمیگرفتین فرو رو میزد. جدی دارم میگم، انقدر عصبانی بود و انقدر هرسی شده بود
از کسایی که لایو رو میدیدن از متینا میپرسیدن وقتی که حذف شدی بچه‌ها اومدن بغلت کنن تا ازت خدافظی کنن. متینا میگه نه بابا، باور کنین رفتن اون وسط رقصیدن و اصلا به هیچ جاشون نبود. و در ادامه گفته خیلی توی برنامه در حق من ظلم شده. همونجا که مثلا چیزش کردن بذار اینو بهتون بگم. این نکته رو تو قسمت آخر، یعنی تو این قسمت 3 دیسپک نگفتم. روژبین وقتی که حذف شد، حالا اون یکی دختر هدیه رو یادم نیست ولی یادم روژبین وقتی که حذف شد بهش نگفتن برو بالا، بچه ها اومدن اول بغلش کردن بعد رفت. منو چرا گفتن همون لحظه برو بالا؟ چون من داشتم میگفتم که من به خاطر یه داستانی حذف شدم. میتونم بگم که بعد آقا زد از اون ور به عوامل که نیازی هست بگه این داستانو. بعد اون چیزم گفتش که نه تو برو بالا. خودشون منو فرستادن بالا که من نگم داستان اون آقا رو و اتفاقایی که افتاد. به خاطر همین دیگه فرصت نشد بچه‌ها بیان بغلم کنن. ولی بعد اینکه حالا دیگه من رفتم بالا، چون اومدم پایین میخواستم با مهناز افشار عکس بگیرم، بچه‌ها که میومدن سمتم بهش چند تاشون البته گفتم میام اتاق میکاپ ازتون خداحافظی میکنم، که بعدش رفتم اتاق میکاپ داشت میزد از این ور به یه نفر که نیازی هست اینا رو بگه الان، چون من میخواستم بگم دیگه داستانو. متینا هم تو این لایوش و هم تو بقیه لایوهاش و استوریهاش مدام داره میگه که پدرام به زور منو حذف کردی و من به خاطر استایلم از برنامه خارج نشدم، اما هیچ وقت نمیام بگم که پدرام چیکار کرده. و پدرام هم تا الان در این باره سکوت کرده و هیچ ریاکشنی نشون نداده. خودم صحبت کنم. من گذاشتم این آقا خودش بیاد موضوع رو باز کنه و اون چیزی که من بهش گفتم بگه. تو روش چیزی نگفتم، میگم مفصله. من هیچ وقت، من دوست صمیمیم، دیدی دوستای صمیمی هم دیگر رو به اسم یه فحشایی صدا میکنن. من دوستای صمیمیم هم به فحش نمیدم بهشون، یعنی اصلا کلا آدم بددهنی نیستم. داستان یه چیز دیگه است. خب همش من دارم حرف میزنم و این آدم اصلا به روی خودش نمیاره. الان وقتشه که اگر چیزی هست واقعا بیاد خودش بگه. اگه گفت من میام ادامهشو میام دیگه، هم لطفا نپرسین از من. اگرم نگه زمانی که خودم تشخیص بدم خودم میام بهتون کل داستانو میگم، ولی الان تایمش نیست. الان میخوام اون بیاد حرف بزنه. آره خواهر، نظر شما چیه؟ به نظر اینم از حواشی جدید برنامه زن روز. همراه عزیز، ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید و با لایک و کامنت از ما حمایت کردین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.